تون چطور؟ امروز اومدیم با ویدیو خفن دیگه. امروز اومدیم لحظه خنده‌دار در یوتیوب رو با هم مشاهده کنیم و بخندیم بهشون. هار 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 هار. نشه سوتی های کارتون ها. بریم اینو اول ببینیم. اول سوتی انیمیشن بابسنجی که اختاپوس داره باغچه خونه‌شو آب میده ولی زیر دریا که پر از آبه، یا مثل این کارتون شکار داره آهنگ گوش میده ولی اصلا هدفون روی گوشاش نیست. پلانکتون خنگول هم میتونه خیلی راحت گوشش بالاشه فرار کنه ولی داره میله های زندان رو دونه به دونه میخوره. راست داشت داره اینطوری میکنی؟ اونا گوشت خودشون رو به عنوان غذا میخورن، تازه خیلی هم حال میکنن. این یکی هم تو انیمیشن گردای خاره سگه، در صورتی که خودش هم یه سگه. این چه وضعشه؟ حیوان خونگی سگه، خود یارو هم سگه. سلام و خسته نباشید. شما چند وقت غذا نخوردید؟ 3 ساعته. آخه یعنی الان گوشتتون درسته؟ 3 ساعت کات آقا کات بسخور وقت دارم میگم گوشتت یا نه 10 سال من غذا نخوردم فهمیدی یا نه؟ آخه من غذا ببین من این ویدیو وایرال نشه دهنتو سرویس میکنم به روایت واقعیه. برای غذا آوردم بغض میکنی، گریه میکنی، از من خواهش میکنی که من اینقدر مهربون نباشم. نکنه ایران قدرتمند. خسته نباشید. میگم شما چند وقت غذا نخوردید؟ 16 سال غذا بازم گفت 16. 16 سال شما تو خیابون نیدم. با این غذا خدمتش خیلی ممنون. چقدر مهربونی فهمیدی چیه؟ چلو گردن پدر جان. خیلی ممنون. هاداگ تو نونه بعد میگه چلو گردن. دیگه کات نظر بده من میرم. 16 تا چقدر ایران قدرتمنده. میشه ادامه وقت تو سرسره بازی کنی من بچه‌مو صدا کنم تا بازی کنم؟ بی معنی رو دوست نداشتم. چه نوشته وقت قصد داری که جاری تو سکته بدی. این چه گویی میخواد بخوره. برام نمیره اوی خانم شما چقدر جذاب شدید. هم اسمتون رو خدا برای منم همه چیز تشکیل من یکی که آماده اینه ما تتو بزنید چه صداتون آشنا شد موره نشناختیم جارش اومد. سکته کرد.